دیشب با کی میگفتی سر حرف میخندیدی؟ دایی منصورم میگی؟ بله. بابا چیزی نمیگفتیم با اون که. چیزی نمیگفتیم میخندیدی نلکی. خب آخه بذار بگم یه گردن من خریده بود واسم آورده بود اومد اینو بهم بده در گوشم گفتم خوش سلیقه یا تو رو داشت میگم. اینو شنیدم. بعدش چی میگفت؟ بعدش چیزی نگفت. تا آخر حق داشتیم ما ملکی میخندیدین. یه چیزی میگفت میخندیدین. نمکدون. یعنی چی؟ معنی نداره که بچه بودم به میگفت نمکدون اونجا هم شوخی میخواست بکنه گفت نمکدون. غلط کرده مردی که هیز. مردی که هیز چیه؟ چی میگی سیامک داییمه؟ داییت باشه هیزه. شک نکن اگه یه دونه آدم حسابی تو فامیل ما باشه همین دایی منصورمه. آدم حسابیتون اینه ناحسابیتون کیه؟ اوه دارم با حرف میزنم ها. چکوندی کتفم؟ تو هم غرورمو شکوندی. به خدای عهد واحد اگه خاطرتو نمیخواستم دیشب دایی تو روان قبرستون میکردم. اینم بدون هر کی از این به بعد نمکتون صدا کنه با من طرفه.